در کنار زمین هست، ضمن که یک ضربه به سود استقلال اعلام شده. فریدون زندی پشت توپ هست، حالا ضربهش رو میزنه در کناره های خط عرضی، یه پاس به بیرون و توی دروازه. بله، گل پذیرفته هست. یار شماره 9 آرش برهانی اینجا موفق میشه گل تساوی تیم استقلال رو به ثمر برسونه. استقلال 1، ملوان 1. سرگئی پاشنکو بالاخره مغلوب میشه. شادمانی دوستداران استقلال رو ملاحظه میکنید. تعویض سوم ملوان هم انجام میشه و اولادی به بازی میاد. حالا گل رو اینجا در نمایی کاملا مشخص میبینیم. یه پاس از سمت راست با سر و نهایتا گل تساوی. علی حمودی هست که پاس گل رو میده با شماره 4 و در مقابل دروازه آرش برهانی در نقش گلزن کار رو تمام میکنه.